سلام. ما جمعه رفتیم باغ یکم گشتیم. ورودیش 10,000 تومنه و فکر کنم تابستون اگه اومده بودیم خیلی قشنگ‌تر از این حرفا بود. سخت بود ولی خریدمش. ایناها ورودی داره. چه نقاسی زیست؟ چه خندوانش هم گوشه اینجا. سه طبقه بود، رفتیم طبقه پایین تر ببینیم چه خبره. الکی میگه جسی اینجا خونش بده الکی. کوشش حسین قدسی حقوقش 2,000 تومان بوده. آره ابراهیم 650 تومان. پولمون خواستیم ازش. کدومونو خواستیم؟ کی بود؟ من عاشق این گچکاریام. میگفت شگرست. خوشتیب‌ترینشون کدوماست؟ بازم قسمت مورد علاقه من گچکاریا خیلی خوشگل. خوشگله.